و غیرتمون رو از سر راه آوردیم. یه عده کسایی که اصلا واسه فوتبال نمیان. عذر میخوام، اینجا ایران است، گوش کن. دارم حرف میزنم، گوش کن. اینجا ببخشید ایرانه، آذربایجان مال ایرانه. اصلا چنین چیزی امکان داره؟ آذربایجان رو تشویق میکنن؟ خجالت نمیکشی؟ تو استادیوم همه فیلمش هست، حرف نزن. شما ببخشید، عذر میخوام، اینجا ایرانه، آذربایجان مال ایرانه، فراموش نکنیم. یه سری آدم ها دنبال مسائل دیگه هم، کسی اصلا استادیوم نمیاد واسه فوتبال. متاسفانه کسایی که میان دنبال فوتبال نیست. شاید خیلیشون بپرسیم اصلا از نتیجه بازی خبردار نبودن، بازی تموم شده بود، چون دنبال فوتبال نمیان. من اصلا ناراحتی این نیستم که تا صبح ببخشی پشت بدم. شما چرا خودتون رو گول میزنین؟ شما نمیشنیدین؟ نشنیدین صبر کن. شما ببخشید، چه ربطی داره به الان؟